بالتمه بر بنیاد کتاب ماتیکان هزار دستان درباره حد نصاب ارث چنین می‌نویسد: تقسیم ارث در حقوق ساسانی پس از درگذشت پدر خانواده به این ترتیب بود که زن و پسران هر یک سهم مساوی از ارث داشتند. دختران در صورتی که ازدواج کرده و از خانه پدر جهیزیه به خانه شوهر برده بودند نصف، و در غیر این صورت مطابق برادران ارث می بردند. بر بنیاد به اساس قوانین و مقررات اوستا، یک، زن حق مالکیت داشته و می توانسته دارایی خود را مستقلاً اداره کند. دو، زن می توانسته ولی به یا قیم به نگهدار فرزندان خود باشد. سه، زن می توانسته مطابق قانون از طرف شوهر خود وارد محاکمه شود و به نام او امور را اداره نماید در صورت بیماری شوهر. چهار، زن می توانسته از شوهر ستمگر و بدرفتار خود به دادگاه و سیستم قضایی شکایت کند و سزای او را بخواهد. پنج، شوهر حق نداشته است بدون اجازه زنش دختر خود را شوهر دهد. 6. در دادگاه گواهی زن به عنوان یک انسان کامل به برابر حقوق پذیرفته می شده است. 7. زن می توانسته است داور یا وکیل شود. 8. زن می توانسته وصی قرار گیرد و تمام اموال خود را وصیت کند. همچنین اوستا برای دختر و پسر از حیث تعلیم و تربیت هیچ فرقی قائل نیست. در هوسپرنسک آمده: ای اهورامزدا، به من فرزندی عطا کن که بتواند از عهده انجام وظایفش برآید و مسئولیت خود را درباره خانه و خانواده به شهر و کشور احساس کند. دختر یا پسر مطرح نیست. می‌بینیم که برخلاف ادعاهای خصمانه به کینه‌توزانه دشمنان این آب و خاک و به اصطلاح روشنفکران و طلبکارانی که نه در ضدیت به مخالفت با تبهکاری‌ها و ویرانگری دشمنان بلکه مدعی عدم به بازی گرفتن و عدم برخورداری از منافع مادی و تمتع از زیبایی به سکس زنان و دختران ایران زمین قلم فرسایی می کنند، به سیاه بر روی سفید می آورند، در تاریخ سراسر خون و وحشت و ویرانگری جباران و تبهکاران تاریخ و در میان مردمان این سرزمین در کنار مردانی چون کاوه و رستم، اسفندیار و سیاوش، سهراب و کیخسرو و غیره، شیرزنانی دانا، خردمند، فرهیخته و متفکر چون فرانک و سیندخت و گردآفرید، رودابه و تهمینه، کتایون و فرنگیس و کردیه و پوراندخت و آزرمیدخت و غیره نیز میزیستند و همچون خورشید جهانتاب بر تارک کهکشان میدرخشیدند. و میبینیم که چنین زنانی با کیاست و فراست و خردورزی به چاره‌گری کارهای بزرگ و خلاقانه انجام داده و در همه موارد تکیه‌گاه، طرف مشورت، کارگشا و حتی چراغی فراراه مردان خود و جامعه بودند. درباره حقوق زن و جایگاه اجتماعی وی در ادیان ابراهیمی یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام تلاش‌های اندک و نه کافی از سوی دارنده این خامه صورت گرفته است. گزینش راه تکفیر، طرد، سربه‌داری و آوارگی و تبعید و پیروی به خوشه‌چینی از خرمن کسانی که به جای عافیت طلبی و با ساز هر کتوله ناقص العقل خوناشامی رقصیدن، زینت هر دار شدن، شماجین گردیدن و تحمل زندان و شکنجه و بیدادگران را پذیرفتند و قربانی و سنگسار جهل امتها و گوسفندان مطیع ترکه های هر اولوالامری گردیدند، با این امید آغاز گردید. پژوهشگران و کنکاشگران جوان به انسان دوست میهنمان و نه گمگشتگان وادی حیرت
و نه لاف زنان به کباده کشان، دروغ‌ها و اوهام پراکنی‌هایی از نوع دیگر که به سرنوشت و آینده وطن و از همه مهمتر نیمی از جمعیت فعال سازنده به تولیدگر این سرزمین کهن و نخستین آموزگار و مربی انسان دارند، کوشش و بررسی‌های بیشتر و بیشتری را مبذول دارند و با تکیه و بهره برداری از بازمانده‌های فرهنگی، سنتی و غیره پدران و نیاکان خود که در گرد و غبار روزگاران به صورت تقریبی محو و ناپیدا شده، به تفکر و اندیشه بالا به انسانساز خود بازگشته و زن را در جایگاه بالای خود بنشانند. باشد که این سرزمین از جهل اوهام و خرافات و قرون و اعصار دین فروشان زن ستیز به ضد بشری و اهریمنان و خربندگان عوام فریب که همانند لایه ضخیم مغزها را پوشانده و با خونمان عجین شده برهانند، با این هدف دیرپا و بالنده که ما نیز چون سایر ملت‌های روی زمین روزی شاهد آرزوهای بالای انسانی را در بر بگیریم و ضمن آشنایی به تجربه عملی واژگانی چون آزادی، برابری و عدالت اجتماعی به شاهراه ترقی، آفرینش و بالندگی گام نهیم. با این مختصر اشاره و گریزی میزنیم به بینش و اندیشه مسلط بر این ادیان آسمانی و مبلغین و مروجین آخرت فروش چنین کیش‌هایی که با همه جهل و نادانی و به کارگیری روش‌های شیادانه و رذیلانه خود را برتر از خدای آسمانی و پدر روحانیشان پنداشته و با به بازی گرفتن زندگی انسانها، جهنم نمودن زندگی بشر و خدمت به خدایان قدرت و جنایت و تبهکاری به خواستها و منبیات اهریمنی به شهوانی خود و اربابانشان جامعه عمل می پوشانند. در کتاب عهد عتیق سفر پیدایش باب اول آیه های 27 و 28 آمده است: به خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین میخزند حکومت نماید. پس خدا آدم را به صورت خود آفرید و او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید. پس آدم نه به صورت انسان، به گل سرسبد آفرینش، یعنی موجودی نودوست، سازنده و آبادگر، تولیدگر و برابری طلب، عدالت جوی و خواهان سعادت و بهروزی دیگران، بلکه به صورت دیوانی ویرانگر، تبهکار، کینه‌جو، چپاولگر و ویران کننده زندگی و طبیعت آفریده شد. آنانی که بر سریر خداوندی تکیه زدند و در طول تاریخ جنایت‌ها آفریدند، جهادهای فی سبیل الله به راه انداختند، با خون مردم بیگناه چرخاسیاب‌ها به گردش درآوردند، از کله ها مناره ها ساختند، کوره های آدمسوزی ابداع نمودند و با فتوایی به گردش قلمی فرمان قتل عام و کشتار هزاران اسیر بیگناه را صادر نمودند و خلق را بشارت دادند که خداوند از جهل سکوت ذلیلانه به سازشکاری رذیلانه‌شان کمال رضایت و خوشنودی را داشته و خلد برین را به آنان بشارت می‌دهد. به یکی از همین شبیه ساخته شدگان به خلفای الله بر روی زمین بود که در کمال رفاه و آسایش و در زیر چتر حمایت خلیفه به ذل الله دیگر که بر قائمه شمشیر به خامی عوام فریفته شده نیز تکیه داشت، خامه مسموم و ضد بشریش را به چرخش درآورد و به نمایندگی از خالق و آفریننده خود که گوهره ذاتیش را از او گرفته بود نوشت. در باب دوم آیه های 21 تا 23 همانجا آمده است: و خداوند خدا خوابی گران بر آدم مستولی گردانید تا بخفت، به یکی از دنده هایش را گرفت و گوشت در جایش پر کرد.
و خداوند خدا اون دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد. به آدم گفت همانا این است استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم. از این سبب نسا نامیده شود، زیرا که از انسان گرفته شد. به چون زن با فرهیختگی و عقل و درایتی انسانی، تن به خفت و خواری و اندیشه اهریمنی زنستیز و حقیر کننده نیمی از جمعیت فعال و سازنده جامعه بشری به انسانی نداد و سرپیچی به تمرد آغاز نمود، فرمان بردگی و فرمان برداری ازلی و ابدیش توسط همون اندیشه علیل و بیمار و خامه مسموم صادر گردید. در همون جا باب 3 آیه 16: و به زن گفت علم و حمل تو را بسیار افزون گردانم، با علم فرزندان خواهی زایید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کرد. به همین اندیشه مسموم و تباه کننده بود که مورد قبول و پسند فرمانروایان نظامهای طبقاتی، منفعت طلبان، سودورزان، بهره‌کشان و به اسارت کشندگان هم نوع در طول تاریخ قرار گرفت و تا بدانجا پیش رفت و بر آن پای فشرده شد که پاره از به اصطلاح دانشمندان و روشنفکران و نظریه پردازان را نیز در چنبره اهریمنی و شیطانی خود گرفتار نمود و بدانان اجازه و امکان داد تا نظریات به اصطلاح جامعه شناسانه، روانشناسانه به غیره خود را بر پایه و اساس آن بنیان نهند، به همه بدبختی ها، تبهکاری ها و جنایت های غیر قابل بخشش و جبران خود را به پای زن و نافرمانی اولیه او بگذارند. جای بسی خوشبختی است که ناقوس مرگ چنین اندیشه سخیفی از مدتها پیش و از سوی نسلی از همان بانوان فرهیخته و نافرمان اولیه به صدا در آمده است. این نافرمانان هر چند دیر پس از افت و خیزهای فراوان و بهره برداری از انواع سلاح‌های تفکری و اندیشه‌های ناکارآمد و آسیب پذیر از سوی دشمن طبقاتی و ضد بشری به عمق فاجعه به یکی از ریشه‌های اصلی تحقیر، توهین و خارشماری تاریخی پی برده و دریافتند که تیغه دوم نظام بهره‌کشی و به اسارت کشاننده نیمی از جمعیت فعال زمین را می بایست در اندیشه های دینی و آنچه فرامین آسمانی خونده می شود جستجو و پیکاوی کنند. مطابق تحلیل این فرهیختگان پژوهشگر و عصیانگران نوبرخاسته، چون در مسیحیت و در مثلث تثلیث که فراترین نماد قدرت مسیحیت را به نمایش می‌گذارد، پدر، پسر، روح القدس حاضرند ولی دختر غایب است، این غیبت به رده‌های پایین‌تر قدرت و آرایش قوا از طریق ذهن و تفکر افراد جامعه منتقل می شود و به جایگاه سیاسی، اجتماعی و خانوادگی رسوخ می کند. اینان با توجه به تجربه های قرون گذشته و وضعیت فعلی زنان در جوامع غربی به نظام مسلط سرمایه‌داری به این نتیجه رسیدند به چه نیکو نتیجه‌ای که راهیابی مریم مادر مسیح نیز به جهان معنویت و گرامی داشت او خارج از مثلث قدرت چندان نفع و ثمره‌ای برای زن در بر نداشته و از میزان تحقیر و توهین به بیدادگری مرد سالارانه نسبت به وی نکاسته است. این پژوهشگران به تحقیق دریافتند که حتی راهیابی مریم مقدس به جهان معنویت نیز بعدها به بالاجبار تحت تأثیر مذاهب شرق یعنی غیر آسمانی و بخصوص بعد از جنگ‌های صلیبی و از طریق تربادورها که ستایندگان بانوی ما بودند وارد مسیحیت شده به کمترین ارتباطی با ادیان علایی
و دوگم اندیشی پیشوایان و رهبران این ادیان به خلفای الله بر روی زمین ندارد، در حالی که بر اساس بینش و اندیشه پاره از آموزگاران و مربیان شرقی که به مقام و منزلت پیامبری و رهبری جامعه دست یافتند، به سنت‌ها و آداب و رسوم کهن مردمان این ناحیه از کره زمین و به ویژه ایران زمین، یعنی مهد رشد و بالندگی آیین‌ها و کیش‌هایی چون زرتشتیگری، مهرپرستی و مانیگری بوده، این بانوی ما در اصل نه مادر عیسی بلکه نماد نیروی درونی بود که اوجگیری معنوی را میسر می‌سازد. این راهیابی مطابق تحلیل این پژوهشگران نیز با تأثیرپذیری از باقی مانده مهرپرستی در اروپا و حتی قبل از گسترش مسیحیت در غرب بنیان گرفته است. بنا به عقیده و باور پاره‌ای از فمینیست‌های غربی، حتی مریم مقدس یعنی بانوی ما نیز با مرور زمان و با تردستی به شگردی استادانه توسط خادمان کلیسا و نظریه پردازان برتر از پدر به روح القدس جنسیت زدایی شده است، به طوری که مریم مقدس از خصوصیت‌ها و ویژگی‌های زنانگی با تمام مظاهر زن بودن، از جمله شوهر کردن و بچه دار شدن، بیگانه است و مهمتر این که ارباب کلیسا او را مادر الهی خطاب می‌کنند. زنان فمینیست یهودی حتی خشمگین‌تر شاکی‌اند که حتی همان مریم جنسیت زدوده شده را نیز در آرایش قدرت روحانی و در لایه‌های خاطره و فرهنگ جمعیشان ندارند و اوج رده قدرت توسط حضور برجسته پدر یا موسی اشباع شده است. با تکیه به حضور روزمره همین آرایش قوای کاملا مردانه مشهون از جایگاه پسر در نزد پدر و جایگاه خود پدر است که غالب محققین و تحلیلگران شرایط زنان به این نتیجه میرسند که زن غربی از اساس و در ناخودآگاهش خود را قادر به حل این موزل اصلی، یعنی رسیدن به جایگاه برابری و رویارویی با پدر نمیداند. در نتیجه تلاش او در عملی کردن آن نیز جز به بنبست نخواهد انجامید. برخی خوشبینتر به خلق یک مذهب زنانه اندیشیدند. دسته‌ای چون لوسی ایریگارای به بازنویسی مذهب دست زدند و چهره‌های معنوی زنانه را از دل تاریخ جستجو کردند و با سعی در احیای شخصیت و حضور آنها در زبان و فرهنگ دل به جاری کردن باریکه‌هایی از یک باور و معنویت نو در اذهان می‌بندند. البته برخی دیگر نیز قلم را در جهت جنگ با مذاهب و حذف آنها تیز می‌کنند. باشد که با پاک کردن و زدودن هر آنچه را که آبشخور و تغذیه کننده جایگاه فرودستی اجتماعی خود تلقی می‌نمایند به جایگاه احترام و برابری با مردان دست یابند. اما دیرپا و محکم بودن این باور نهایی که زن خارج از رده روحانیت و معنویت قرار می‌گیرد به حدی است که نه تنها تا به امروز اجازه نداده تا زنان احترامی برابر مردان داشته باشند و به کناره‌ها و حواشی بخش زنده و فعال جامعه رانده نشوند، بلکه در نهایت با شیء و وسیله‌ای برای سرگرمی و کامیابی و لذت جویی و بچه پس انداختن تلقی شدن، کماکان در خشونت، توهین، تحقیر و بی‌حقوقی به روی آنان همچنان باز مانده است. فقط در قرون وسطا و در میان کشیشان نیست که تردید در این که آیا اساساً زن دارای روح هست یا نه دیده می شود، بلکه در قرن اخیر نیز رد پای صریح اعتقادی که سخن از آن رفت را می توان یافت. ژان لاکان، پزشک و روانکاو فرانسوی که در سال 1981 از دنیا رفت، و روشن است که در اواخر سالهای 60 و سالهای 70 در اوج جنبش‌های فمینیستی زنده بوده است، نه تنها نتوانست
با تئوری ها و نظریات خود به خواسته های برابری جویانه زنان کمکی کند، بلکه برعکس آنها را ناامید هم کرد. او نوع انسان را مرد و زن فقدانمند معرفی می کند. با راندن زن به حیطه ناتمام است. او هرچند به درستی نمی گوید که زن ناتمام یا ناکامل است، ولی به هر حال القا می کند که زن اون چیزی که باید باشد نیست. پیش از او نیز فروید زن را قاره تاریک نامیده، به شناخت روانکاوانه‌اش را گویی بر روی مخلوق مذکر بنا نهاده و متناسب با احوال او سامان داده است. زن موجود ناشناخته فروید باقی میماند و به نظر میرسد که دست و پای تئوری او را که باید با نوع انسان مربوط میشد بسته است. جهان فکری فروید جهانی کاملا مردانه است و مسائل بین پدر و پسر است که حل و فصل می شود. با همین مختصر، البته به دور از تعصب‌های احمقانه و دگمندیشی‌های ساده‌لوحانه و برتری جویانه و بدون توجه به نشخوارهای گندیده و متعفن دین فروشان شکمباره به شهوت پرست در میابیم که اساس الهیات بر بنیان فرودستی زن، اندیشه مالی خولیایی ریاست و برتری مردان پایه‌ریزی شده. به چنین تفکری جزء لاینفک نظام آفرینش است. این اندیشه 100% زمینی و بینش کاملا طبقاتی و منفعت جویانه که توسط پادوهای نظام غارت به سلطه فرمول بندی و کلاسه شده و با دست و دلبازی در اختیار صاحبان قدرت قرار گرفته، اساساً نظام اجتماعی پدرسالار را با نظام طبیعی یا نظام الهی آفرینش یکی می‌داند و بنابراین برتری مذکر ذاتی اشیا است و اراده خداوندگار، یعنی نرترین موجود عالم ناسود و روحانیت نیز بدان تعلق گرفته است. بنابراین هر گونه تلاشی در جهت برهم زدن این نظام، واژگونی و دگرگون نمودن آن، خواه با اعطای استقلال به زنان یا دادن حقوق مساوی با آنان در هر شرایط و موقعیتی، از آنجا که نظام سلطه و بهره‌کشی را به مخاطره می اندازد، طغیان و شورش علیه پروردگار عالم محسوب شده، خانه‌ها آشوب‌های اجتماعی اخلاقی را در جامعه انسانی و محدوده سلطه بلا منازعه جهان سرمایه‌داری، یعنی کل جهان، به سیاست جهانی شدن بازار را به دنبال خواهد آورد. با این حال ما در تمامی تاریخ مسیحیت در رابطه با موقعیت و جایگاه زن با دو دیدگاه متفاوت و کاملا متضاد روبرو هستیم. دیدگاهی که برابری و تعادل بین مرد و زن را تصدیق و هر دو را به عنوان انسان و آفریده آفریدگار می‌شناسد، به دیگری زن را به لحاظ هستی شناختی و موقعیت اجتماعی تابع و فرودست مرد معرفی می‌نماید و تا آنجا پیش می‌رود که چنین برخورد نابرابری طلبانه ای را حلال و به عنوان بینش و قانونی الهی معرفی و لازم الاجرا می‌داند. ریشه این ناهمخوانی و تضاد را نه در کتاب تورات یعنی عهد عتیق، بلکه در کتاب مقدس مسیحی یعنی عهد جدید باید جستجو و ردیابی نمود. با ادامه به پیگیری چنین تفحص و کنکاشی که دوره‌های مختلف و گوناگون، یک دوره عهد جدید، دو دوره آباء کلیسا و قرون وسطا، سه نهضت اصلاح دینی و مذهب پروتستان اولیه به دوران جدید را که از قرن 19 و تسلط کامل نظام سرمایه‌داری صنعتی و زایش خصلت امپریالیستی سرمایه را در بر می‌گیرد. به طور یقین و به صورت تحقیق در میابیم که اندیشه سخیف و کاملا غیر انسانی زن ستیزانه و مرد سالاری موجود تفکر و اندیشه کاملا زمینی و چکیده اندیشه و تفکر انسانهایی است که خواه ناخواه برداشت‌ها و دیدگاه متفاوتی نسبت به نظام اقتصادی مسلط و موقعیت اجتماعی زنان داشتند
به همین برداشت به دیدگاه‌های متفاوت بر شدت و حدت برخورد و رویارویی با این مسئله و موضع‌گیری در برابر نیمی از جمعیت کره زمین منجر گردیده است. در هر صورت نباید از نظر دور داشت که اساس الهیات بنابر شواهد و استنادات تورات یعنی کتاب عهد عتیق و زیربنا و پایه اولیه همه ادیان الهی یا ابراهیمی قائل به فرودستی زن و ریاست و برتری مردان در نظام آفرینش است. همه تلاش و کوشش این اندیشه و تفکر که از طرف افرادی زنستیز به کاملا در خدمت نظامهای سلطه‌گر بردهداری، فئودالی یعنی خانخانی یا ارباب رعیتی و سرمایه‌داری مطرح و به ثبت رسیده است، بر این پایه و بنیان استوار است که نظام اجتماعی پدرسالار را با نظام طبیعی یا نظام الهی آفرینش منطبق و هماهنگ جلوه دهد. بر اساس این بینش به تفکر مالی خولیایی که در مجموع بردگی و بهره‌کشی از ابناء بشر را مد نظر داشته، برتری و فرادستی جنس مذکر یعنی نرینه ذاتی تمامی اشیاء موجود در نظام آفرینش پروردگاری است و اراده خداوندگار و آفریننده کائنات یعنی مذکر نیز بدون تعلق گرفته و بر آن مورد تأیید زده است. بنابراین بعد از فروپاشی کمون اولیه و پیدایش دولت شهر به ظهور نظام‌های بهره‌کش، هر گونه تلاش و کوششی جهت واژگونی این نظام طبقاتی خواه به صورت انقلاب‌های قهرآمیز و خواه اعطای مسالمت آمیز استقلال و برابری و تساوی حقوق فردی و اجتماعی به نیمی از جمعیت فعال و سازنده کره خاکی یعنی زنان، کفران، ارتداد، طغیان و شورش نه علیه نظام سلطه اقتصادی موجود بلکه علیه خداوندگار عالم محسوب گشته و می بایست با شدت و حدتی باور نکردنی از سوی مؤمنین و پیروان ادیان و مذاهب ابراهیمی سرکوب و قل و قم گردد. زیرا دادن حقوق برابر و قائل شدن تساوی بین زن و مرد به منزله تجاوز به قاموس و نظام پروردگاری و برهم زدن نظام آفرینش است، تجاوزی که خواه ناخواه آشوب‌های اجتماعی، اخلاقی و مفاسد گوناگونی را در جامعه انسانی به حوزه اقتدار و فرمانروایی پروردگار به دنبال خواهد داشت. این اندیشه و تفکر مخرب و ضد بشری که برتری مردان ذاتی نظام آفرینش و طبیعت بوده و هست، بدون شک و با یقین کامل این تئوری و فرضیه را قوت می‌بخشد که پروردگار عالمیان از جنس مذکر است، همانطور که در آیات متعدد و با ارائه ادله‌های گوناگون در آخرین کتاب الهی و سند موجود درباره ادیان ابراهیمی یعنی قرآن بر این امر پافشاری و تصریح شده است. از مطالعه و بررسی قرآن در میابیم که پروردگار عالم و رب کعبه بارها و بارها بر اعرابی که به دلیل وجود فرشتگان و حوریان سیمین بر خداوند را به داشتن دختران متعدد متهم نمودند خشم گرفته و آنان را مورد عتاب و خطاب شدید قرار داده و از تکرار چنین خزعبلاتی برحذر داشته است. به گواهی تورات و آیات متعدد سفر پیدایش، خداوند تنها و تنها آدم یعنی نخستین مرد را به شکل شمایل خود آفرید و از روح خود در کالبدش دمید تا نایب و خلیفه او بر روی زمین باشد، خلیفه‌ای که مقرر شده بود تا سرور و آقا به صاحب اختیار همه موجودات زنده از جمله زنان باشد. بنابراین بینش و اندیشه، نمادها و نشانه‌های زنانه به هیچ وجه من الوجوه و تحت هیچ شرایطی نمیتوانند به عنوان تصاویر معادل یا فرضی برای خداوندگار عالم
به سرور کائنات در نظر گرفته شوند. هر گونه تخطی و پافشاری بر زیر پا گذاشتن و در نظر نگرفتن این حکم کلی و قانون ازلی طغیان علیه خدا و رویارویی با سلطه قهار و بدون چونه چرای او محسوب و مستوجب عذاب علیم است. بنابراین اقتدار پدرسالارانه و هر گونه دیدگاه زنستیزانه از سوی پیروان ادیان الهی یا ابراهیمی، یهودی، مسیحی و مسلمان از آنجا نشأت می‌گیرد که خداوند عالم مرد را به صورت به شکل و شمایل خود آفریده و او را به عنوان خلیفه و نایب برحق خود برگزیده است و اختیار و امتیازهای بیشائبه او به عنوان تنها نیروی واجد قدرت و حکومت بر دیگر موجودات روی زمین از جمله زنان بیانگر ذات و ماهیت مرد سالارانه خداوندگار عالم است. وجود چنین دیدگاه و اندیشه‌ای در درون نظام اجتماعی کاملا طبقاتی و سلطه‌گر اقتدار و فرمانروایی مطلق و بی حد و حصر مردان را به عنوان شوهر، پدر، برادر و غیره بر زنان به مثابه همسران و فرزندان مشروعیت بخشیده و به ارائه و تصویب قوانین و مقررات زنستیزانه وادار می کند. بر پایه و اساس این دیدگاه کیشی و آیینی از یک سو و قوانین و مقررات نظامهای طبقاتی سلطه‌گر که با همه توان و انرژی از سوی دین فروشان و اربابان کنشت و کلیسا و مسجد حمایت و جانبداری شده و میشوند، رابطه مناسب بین دو جنس زن و مرد رابطه است بین فرمانده و فرمانبر، برده و بردهدار، ارباب و رعیت و در نهایت سرمایه دار و کارگر. پاره‌ای از مصلحین و آموزگاران اجتماعی بر این باورند که همین رابطه کاملا غیر انسانی و تحقیر کننده میتواند و قادر است که با عشق و محبت، همراهی و همدلی، درک متقابل و غیره شیرین‌تر و ملایم‌تر گردد. اما از آنجا که پیروان ادیان ابراهیمی به عنوان مقلد، تسلیم محض، عبد و عبید پروردگار و خلفای دین فروشش بر روی زمین به صورت موجوداتی فاقد رأی و اختیار و تابع جبر کامل عمل نمایند، عناصر و راه‌های پیشنهادی مصلحین نیز نمیتواند کمکی به اصل موضوع و تغییر ماجرا نماید. بنابراین در هر شرایطی و تحت هر موقعیتی زنان حق ندارند و نباید در اندیشه ها و رفتارهای فردی و اجتماعی خود به گونه‌ای مستقل و بدون رأی و نظر مردانشان عمل کنند، بلکه اساساً باید مانند همه پیروان ادیان ابراهیمی که تابع و مقلد خاخام‌ها، کاردینال‌ها، کشیشان، حجت الاسلام‌ها و آیت الله‌های گوناگون و رنگارنگ شریعتند، در تمامی زمینه‌ها و خواسته‌های بدیهی و روزمره نیز مقلد، تابع و بردگان گوش به فرمان مردان خود باشند. آنان موظفند که اوامر مردان را اطاعت کنند، وسایل راحت و آسایشش را فراهم آورند، غذایش را به موقع آماده و جلویش بگذارند، تیمارش بدارند و در برابر خواسته های انسانی به غیر انسانی او تسلیم و سازش پذیر باشند، رخت خوابش را گرم نمایند، وسیله ارضاء شهوت و تمناهای جنسی طبیعی یا غیر طبیعی او باشند، برایش فرزندانی به دنیا بیاورند تا اولا بر شمار پیروان دین و شریعت بیفزایند، ثانیاً بردگان و کارگران مورد نیاز تیغه دیگر قدرت یعنی نظام سلطه را بپرورانند و پشت جبهه ارتش بهره‌دهان را مستحکم و شکست ناپذیر نگاه دارند. در مقابل مرد مختار و آزاد است تا در صورت عدم رضایت از چنین برده و فرمانبری او را به باد و کتک بگیرد، شکنجه و آزارش بدهد، زندانیش نماید و حتی از پوشاک و دادن قوت لایموت نیز محرومش نماید. گفتیم که الهیات ادیان ابراهیمی با آنچه در محدوده جغرافیایی سکونت
و پرورش نژاد سامی رشد و پرورش یافته بدون تأثیر پذیری از فرهنگ و تمدن مصر، شمال آفریقا، روم، ماد و هخامنشی بر فرودستی زن و تبعیت بدون چوره چرای وی از مرد پای می فشارد و اصرار دارد تا این نظریه را با سرکوب و شکنجه به سوزاندن و به دار آویختن به اثبات برساند. این ایدئولوژی که ریشه در آسمانها و عرش الهی داشته و دارد، بر این باور سخیف به ضد بشری پای می فشارد که زن به تمام معنی و با همه وجود از لحاظ اخلاقی، هستی شناختی و عقلی در رده بسیار نازلتر و پایینتری از مرد قرار دارد. چرا و به چه دلیل بر کسی معلوم نیست، زیرا ظهور و رشد چنین اندیشه‌ای در جامعه عقب مانده و بدوی که تا همکنون نیز مردمانش بیشتر به شکل شبانی و چادرنشینی زندگی می کنند و روزگار می گذرانند بعید به نظر می رسد. اگر چنین اندیشه‌ای در یونان و روم بردهدار به منصه ظهور می رسید و با تکیه بر قدرت شمشیر خود را بر جامعه بشری تحمیل می کرد، کمتر باعث تعجب و اعجاب آیندگان می شد. این ایدئولوژی با دیدی همه سویه به برتری و توفق مردان به عنوان پدیده‌ای که ذاتی نظام خلقت و گوهره پروردگاری است مینگرد و با همه وجود از آن حمایت و جانبداری میکند. فرودستی و ناتوانی زن صرفاً موقعیت و منزلت اجتماعی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی وی را در برگیرنده نبوده به نیست، بلکه مربوط به فرودستی و ناتوانی واقعی وی در تمام زمینه‌ها و جنبه‌های گوناگون زندگی می باشد. زن از تمامی جنبه‌های برشمرده در مقایسه با مردان کمتر توانایی مستقل زیستن و عرض اندام در عرصه‌های گوناگون زندگی را دارا بوده و هست. علاوه بر آن، به استناد همین فرودستی و ناتوانی ذاتی و غیر قابل انکار، اگر احیانا دست به عملی مستقل و جدا از رأی دخالت مردان نیز بزند، مرتکب عمل خلاف با گناه نسبت به ناموس طبیعت و دستگاه عریض و طویل آفرینش گردیده و خواهد شد، زیرا طبق دیدگاه و بینش دستگاه خلقت زن منشأ اولین گناه است، اون هم به دلیل ناقص الخلقه بودن و انجام اولین عمل خودسرانه و مستقلانه‌ای که در گذشته دور و در آغاز خلقت انجام داده است، گناهی که در نتیجه عمل مستقلانه زن با وقوع پیوست و هبوط بشر از بهشت برین و تبعید اجباریش به زمین را سبب ساز گردید. من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. به اتهام ارتکاب گناه اولیه که کمترین نتیجه زیانبارش تبعید اجباری بنی آدم به دنیای فانی و سراسر رنج و عذاب و فقر و بدبختی به نکبت و ادبار بوده، مستمسکی شده تا از سوی پروردگار عالمیان و مردانی که با شکل و شمایل و خلق و خوی او آفریده شده‌اند فرمان تبعیت و فرمانبرداری اجباری و بدون چون و چرای زن از مرد که نخستین قربانی نافرمانی و عمل مستقلانه این موجود ناقص الخلقه همدست شیطان کم عقل و غیره است، صادر و به مرحله اجرا گذاشته شود. به این تنها به نخستین مجازاتی که زن نه به عنوان یک خویشاوند اختیاری و برابر حقوق، بلکه به عنوان خویشاوندی اجباری و آش کشک خاله‌ای باید به عنوان مجازات گناه نخستین و مانعی برای ارتکاب و مبادرت با گناهان غیر قابل جبران بیشتر متحمل گردد. با همه این احوال، فرودستی و ناتوانی زن در اندیشه الهی و همه آثار بجامانده پروردگاری از تورات تا قرآن جنبه‌ای کاملا دوگانه دارد. از طرفی زن با تکیه به یادآوری و به رخ کشیدن همان گناه نخستین و با هدف جبران آن
به نوعی اخلاق قهرمانانه، عفت و پاکدامنی، تبعیت و فرمانبرداری از شوهر و شریک زندگی، زندگی پارسایانه، تواضع و رنج، فداکاری و از خودگذشتگی دعوت می شود که چنین اخلاق زاهدانه و پارسایانه‌ای تا این پایه با این جدیت به هیچ وجه برای مردان الزامی نیست. از سوی دیگر به همین موجود به عنوان عنصری که اخلاقاً پستر از مرد است نگاه می شود. موجودی خودسر و لجباز، فاقد قدرت و توانایی تسلط بر نفس اماره و احساسات و خواهش‌های شهوانی و نفسانی، غیر قابل اعتماد، همدستی کامل و بدون چونه چرا با شیطان، فریبنده و گمراه کننده مرد و با گناه کشاندن خلیفه و نماینده الله بر روی زمین. لذا چنین موجود خطرناک و سست عنصری در هر برهه‌ای از زمان نیازمند و محتاج است و بیش از پیش به صلاح خویشتن خودش است که همیشه تحت کنترل و مراقبت و تسلط قدرت و نیروی برتر قرار داشته باشد. در مرحله نخست و گام اول با این هدف به نیت که فرصت از بین بردن و تلف کردن ظرفیت‌ها و توانمندی‌های برتر عقلانیت و فضیلت‌های مردانه را به دست آورد و مورد بهره برداری شیطانی قرار دهد. تصویر دوجهی زن در مسیحیت علاوه بر آن که ریشه‌ای کاملا در فرهنگ و سنت‌های شرقی داشته و دارد و با گذشت روزگاران و بنا به مصلحت اندیشی و اختلافات موجود بین فرقه های مختلف به مسیحیت رسوخ نموده، از آنجاست که مریم به عنوان مادری پاکدامن و مطیع خداوند و در مقابل حوا به عنوان زنی متمرد، یاغی و نافرمان معرفی شده است. نافرمان و قانون شکنی که گناه نخستین او باعث گردیده تا علاوه بر رو دست زدن شیطان به خداوندگار عالم، عزیز دردانه و محبوب خداوند را نیز که شکل و شمایل و خلق و خوی کاملا منطبق با الله داشته و دارد از وی دور نماید و سبب ساز می شود تا از بهشت و جوار پروردگار به جهان خاکی و فانی که محل زندگی آفریدگان پستر آفریدگار است تبعید گردد. حوا و عمل طغیانگرانه و متمردانه وی در رویارویی و مقابله با پروردگار و فرامین تخطی ناپذیر وی از او چهره‌ای 100% افراطی، جادوگر، همدست و کارگزار مستقیم شیطان ترسیم و بر جای می‌گذارد، در حالی که مریم چهره یک قدیس کارگزار مطیع و گوش به فرمان پروردگار را ترسیم و بر جای می نهد. به این دو چهره به سابقه و گذشته متفاوت و گوناگونشان هستند که برخورد دوجهی با زن در قالب به چارچوب مسیحیت را رقم میزنند. دیدگاه ارتجاعی و زن ستیزانه الهیات مسیحی و ادیان ابراهیمی درباره حکم ازلی و ابدی فرودستی و ناتوانی زن در همه ادوار تاریخ مسیحی به تمامی مراحل و پروسه جوامع پیروان این کیش ابراهیمی و به اصطلاح الهی و آسمانی اندیشه مسلط، حاکم و رسمی بوده است. با این حال همانطور که در بیشتر ادیان، مذاهب به اعتقادهای سیاسی اجتماعی و حتی فرهنگی نیز مشاهده می شود، هیچگاه تنها دیدگاه مورد قبول و پذیرش عامه مسیحیان نبوده است. برای مثال الهیات معتقد و پیرو تعادل نیز با همه قلت و کمی پیروان و طرفدارانشان وجود داشتند که از برابری زن و مرد به یکسان بودنشان در دستگاه خلقت و پیشگاه پروردگار دفاع می نمودند. الهیات قائل به برابری زن و مرد یک آیه و نه بیشتر از داستان خلقت و از سفر پیدایش، یعنی کتاب مقدس عهد عتیق، سفر پیدایش باب 1 آیه 28 است. پس خدا آدم را به صورت خود آفرید و او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید. و همین آیه را به عنوان اصل بنیادین و اساسی دیدگاه خود برگزیده
و اون را مبنای مناسبات زندگی اجتماعی زن و مرد قرار دادند، زیرا به استناد همین آیه به نه بیشتر زن و مرد به عنوان انسان به طور مساوی از لطف و توجه خداوندگار عالم بهره‌مندند. هر دو به طور یکسان به توأماً بر مخلوقات پست‌تر آفرینش حاکمیت و فرمانروایی دارند. هیچ کدام بر دیگری سیطره ندارد. آنها در مقابل خدا همانند دو موجود و عنصر برابر حقوق تلقی می شوند که وظیفه و رسالت کارگزاری خلقت را بر عهده دارند. چنین درک و برداشتی از انسانیت مشترک زن و مرد در پیشگاه و اندیشه خداوندی به مسیح بازگردانده می شود. کتاب مقدس عهد جدید غلاطیان باب 3 آیه 28: هیچ ممکن نیست که یهود باشد یا یونانی و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و نه زن، زیرا که همه شما در مسیح عیسی یکی می باشید. که در آن تعمید یافتن به مسیح متحد شدن تمام انسانیت، اعم از زن و مرد، یهودی و مسیحی، یونانی، برده و آزاد را در بر میگیرد. مشخصه بارز الهیات مسیحی قائل به برابری است که در مفهوم نجات و رهایی تجلی می‌یابد. به سبب وجود مسیح و نجات دهنده که هدفش رهایی بشر از برزخ زندگی و مفاسد این جهانی است، نه تنها سلطه و برتری مردانه، بلکه تمامی اشکال نابرابری جویانه و سلطه طلبانه به شمول نژاد پرستی و غیره اعمالی گناه آلود و قابل سرزنش محسوب می شوند. بر اساس این دیدگاه مغایر به در تضاد با نوشته ها و فرامین عهد عتیق که مورد قبول به استناد مسیحیان نیز بوده و هست، نفرین شدن حوا از سوی پروردگار که او را به عذاب علیم وعده داده و نیز درد شدید زایمان به این که می بایست فرزندانی را به زحمت به دنیا آورد و برای همیشه تحت سیطره و فرماندهی و سروری شوهرش باشد نیز به عنوان مجازات الهی در نظر گرفته نمی شود، بلکه مانند گزاره تاریخی در باب شأن حبوط یافته بشریت که اشتراک حقیقی زن و مرد را بد جلوه داده در نظر گرفته شده است. همین اندیشه و برداشت بعداً و در شرایط خاص تاریخی اجتماعی بدون ذره‌ای کم و کاست در مسیحیتی با پیروان هر چند اندک و کم متجلی می شود و در برابر اصول ارتجاعی و فرودست پندارانه کلیسا درباره زن دست به مقاومت و پایداری می زند. این برابری و تساوی حقوقی زن و مرد که پس از دورانی طولانی و سالها پس از ترکتازی و اعمال قدرت خاخامهای یهودی و بهره برداری‌های رذیلانه و منفعت طلبانه بردهداران به دین فروشان با ظهور مسیح حیاتی دوباره می‌یابد. کتاب مقدس عهد جدید اعمال رسولان باب 2 آیه 17 یا کتاب عهد عتیق کتاب یوئیل نبی باب 2 آیه 28 که خداوند میگوید در ایام آخر چنین خواهد بود که از روح خود بر تمام بشر خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت کنند و جوانان شما رویاها و پیران شما خوابها خواهند دید. و کتاب یوئیل نبی بست بیشتری می‌یابد و تا آنجا که روح نبوت در کالبد عیسی برخاسته از مردگان تجلی می‌یابد و با جامعه مسیحی همگام و همراه می‌شود، تا آنجا که این نبوت به هر دو کنیزان و خدمتکاران زن و مرد اعطا می‌شود. متون به شواهد یاد شده بالا سنگبنای الهیات و قوانین و مقررات مسیحی معتقد به تساوی و برابری زن و مرد را شکل می‌بخشند و هر پژوهنده و کنکاشگری می‌تواند رد و آثار آنها را در قرون گذشته و در برنامه و مرامنامه گروه‌ها و نهضت‌هایی ببیند که در تلاش بوده و هستند تا تساوی و برابری زنان با مردان را حداقل در حقوق انسانی به اثبات برسانند و به اربابان کلیسا و جوامع مسیحی بقبولانند که تفاوت و اختلافی ماهوی
بین زن و مرد وجود ندارد تا بدانجا که زنان می توانند به مدارج روحانی به کشیشی نیز دست یابند. شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دست دست آشنایان اندلی با خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی. وای از دنیا که یار از یار میترسه، غنچه های تشنه از گلزار میترسه، عاشق از آوازه دیدار میترسه، پنجه خمیازگران از دار میترسه، شه سوار از جاده هموار میترسه، این طبیب از دیدنی بیمار میترسه. ساعتها بشکست و دردی شاعرانه صد گذشت، سالهای انتظاری بر من و تو برگذشت، آشنا ناآشنا شد تا بلی گفتم بلا شد، گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم، سنگی کلبه‌ای ویرانه را بر سر زدم، آب از آبی نجنبید خفته در خوابی نجنبید، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی. وای از دنیا که یار از یار میترسه، غنچه های تشنه از گلزار میترسه، عاشق از آوازه دیدار میترسه، پنجه خمیازگران از دار میترسه، شه سوار از جاده هموار میترسه، این طبیب از دیدنی بیمار میترسه. چشمه